این دردناکترین متنیه که یک عاشق برای معشوق فرستاده تا آخر گوشش بده. تو 3 بار دروغ گفتی. اولین بار وقتی بود که گفتی دوستم داری. دومین بار وقتی بود که گفتی برای همیشه میمانی. و 3مین بار وقتی بود که گفتی واقعا میروی، ولی من در همه جا تو را میبینم. اگه تا حالا اینجوری عاشق شدی، یه توصیه کوچیک میخوام بهت بکنم. هیچ کس توی هیچ جای این کره خاکی، هیچ کدوم از این 8 میلیارد آدم زنده دنیا تو رو اندازه یه نفر بیشتر دوست نداره و اون یه نفرم خودتی. نه دوست پسرت کنارت میمونه، نه دوست دخترت کنارت میمونه، نه خانوادت، هیچکی نمیمونه. تهش خودتی دورت بگردم. یه بار تو خودت سرمایه گذاری کن، یه بار برای خودت وقت بذار، نتیجهشو ببین. یه بار.